عامل نفوذ، رأس فتنه، عمود خیمه اعتدال، حاجی خاطره، خودباخته. این واژه ها از چه کسی حکایت می کنند؟ خائن یا جاهل؟ سلام. خیانت یا جهالت مسئله این است. این دعوای بالای دو قطب نظام یعنی اکبر کوسه و عظما بود که این هفته سر و صدای زیادی به پا کرد. رابطه این دوتا یک رابطه بسیار پارادوکسیکال یا متناقضه. هر دوشون از 7 خطای روزگارن، تا دلتون بخواد بدون اینکه از هم اسم برن همچین سوم شخص به هم فحش میدن. ولی وقتی مستقیم از این حاجی خاطره سوال میکنن که رابطت با عظما چطوریه، میگه آیا ایشان را همچنان دوست دارید؟ خیلی خیلی. من عشقم آقای خامنه‌ای. 50 سال، بیش از 50 ساله که ما رفیق صمیمی هستیم، یارغاریم، اسرار جدا از هم نداریم. علت رفاقت همین جمله آخره. یعنی اینقدر از اسرار همدیگه خبر دارن و اینقدر از همدیگه گزک دارن که مجبورن با هم رفیق متضاد جدایی ناپذیر باشن. البته این مدل رفاقت هم دمدمه های انتخابات به اوج خودش رسید. شیخ اکبر یک دفعه یادش اومد که همه انتخابات های قبلی نظام اشکال داشتن. در بعد مردمی اشکالاتی که در انتخابات ها گاهی دیده میشه از لحاظ تبلیغات، از لحاظ تایید صلاحیت ها، رد صلاحیت ها و امثال اینها. در بعد اسلامی هم خب ببینیم ما در کشوری که بنا بوده همه چیزش اسلامی باشه بد اخلاقی های فراوانی میبینیم. تو انتخابات اشکالاتی دیدیان؟ حالا ببین عشقت چی میگه. یک خصوصیت دیگر این انتخابات مثل بقیه انتخابات های ما سلامت و امانت داری بود. درست نقطه مقابل اون چیزی که دشمنان ما دائما در طول این سالها همواره تبلیغ کردن. دشمنان؟ رفیق 50 ساله رو میگی یا کس دیگه؟ این تبلیغ در اوقات انتخابات غالبا شدید شده. با وجود این به حمدالله انتخابات سالم بود. این نشون داد بی‌اعتباری کسانی، حرف کسانی را و اقدام کسانی را که یه وقتی یه انتخاباتی رو مثل سال 88 نامعتبر دانستن. اینجا توی این صحبت مشخص نمی‌کنه که منظورش از اون کسانی دقیقاً کیه، ولی ما میدونیم که اون کسی رو که سال 88 از صندوق بیرون آورد اسمش احمدی نژاد بود و حاجی خاطره قصه ما هم با اون عنتری نژاد کارد و پنیره، طوری که حاضر نیست حتی یک لحظه کنارش وایسته. نگاه کنید، همه دارن هدایتش میکنن که بره کنار رئیس جمهور نظر کرده عظما بیسته، ولی به موقع راهنمای چپ میزنه و با دیپلماسی محل سگ نذاشتن میره 2 نفر اونورتر وای میسته. البته این فقط رفسنجانی نیست که با نظر کرده عظما مشکل داره، بلکه عظما هم با نظر کرده اکبر کوسه مشکل داره، طوری که علامه مورد نظر رفسنجانی رو که میخواست بیاره تو خبرگان تا ولی فقیه بعدی بکنه با فیلتر شورای نگهبان رد صلاحیت کرد و خواب و خیال کوسه رو به هم زد. اینا خواب و خیال آرزوی محاله، ما همه با هم آشولاشه. شخصیتی که اشبه به جدش امام است صلاحیتش رو قبول نمی‌کنه. از شماها صلاحیت خودتون رو از کجا آوردید؟ این که میگه این شخصیت اشبه به امامش بوده یعنی شبیه امامش بوده، منظورش فقط در فرم ریش و رنگ عمامه است یا از چه لحاظ شبیه؟ خیلی هم امام به خربوزه علاقه داشتن. منم همیشه میگفتن این شباهتش به من زیاده چون منم خیلی خربوزه دوست داشتم. از این جهت بله، دوست داشتن خربوزه هم یکی از ویژگی‌های بارز امام بوده. این کجاش خربزه بود؟ نارگیل بود که. بگذاریم. در هر حال تو شورای نگهبان ظاهرا زیاد خربزه دوست نداشتن، چون این اشبه زیاد چشمشون رو نگرفت و از اونجایی که بیم این میرفت که جایگزینی برای عظما بشه با یه چشمک سیدعلی گذاشتنش کنار.
خب آقایون صحبت احراز و عدم احراز میکنن. من تعجب میکنم از بعضی که این حرفو میزنن. آیا بدون احراز شرایط برای یک مسئولیت میشود اون شخص رو تایید کرد؟ بدون اینکه شما احراز کنید شرایط قانونی این کار رو داره میتونید اون رو تایید کنید؟ نمیتونید. شما هم باشید به جای شورای نگهبان نمیتونید. بالاخره الان صحنه اینه که یه طرف میگه شخصیت اشبه به امام و بیت امام و خاطرات امام باهمه، اون طرف هم میگه که قانون اساسی نظام و شورای نگهبان نظام و اینا با من هستن. سوالی که این وسط پیش میاد اینه که یعنی این نظام یه مبانی، یه مانیفستی، یه دفترچه‌ای نداره که هم از اون خط بگیرن؟ مانیفست انقلاب اسلامی تدوین شده است. 22 جلد مبانی انقلاب تدوین شده صحبت کرده. حالا بگو ببینیم این مبانی الان کجاست؟ این 22 جلد فقط داره خاک میخوره. هیچ جا حرفی از این نیست. تو کتابخونه ها، تو سایت، تو کارهای نرم افزاری حتی. میخواید دونه دونه موبایلاتون رو بیارم 6 گیگابایت روش حافظه دارید، اگر 4 جمله ازش بود جایزه میدم بهتون. همه مدل خزعبلات روی هارد من و بچه من هست، اما 2 جمله از مستندات. بیا این همه مبانی نظام رو باد کرد، برد بالا، بعد تلپی کوبیدش زمین. به هر حال مبانی نظام الان یا گم شده یا خورد شده یا نیست دیگه. عثمان هم که الا کلنگی حرفاش رو عوض میکنه. خب توی این شرایط حتی آخوندهای خبرگان هم موندن که بالاخره باید طرف کی رو بگیرن. به خاطر همین وقتی حاجی خاطره وارد جلسه میشه یک سری مثل این جنتی سنکوب میکنن، یک سری هم نزده میرقصن. از کنارشون که رد میشه کار بهشون داره نداره براش بلند میشن. حالا چرا این کارو میکنن؟ حتما با خودشون میگن بالاخره رفسنجانیه دیگه، پولی پله‌ای با غربیا برو بیایی ها، اگر خط ادامه برجامه ما هم پایه ایم. رفسنجانی هم که با این صحنه ها کیفش کوک شده بود، گام بعدی رو برداشت و توی توییترش این جمله رو توییت کرد که دنیای فردا دنیای گفتمان هاست و نه موشک ها. حالا توی این گفتمان چی عایدشون میشه؟ عزت و احترام غربی ها کیلو کیلو، مثل این نمونه. طرف حتی حاضر نیست برای اکبرشاه از روی صندلیش بلند بشه. خب این از بادی لنگویج و زبان بدنشون، اینم از زبان عملشون که درخواست اینا برای الزامات سفر گفتمانساز به اتریش رو اینجوری جواب دادن. بی‌توجهی دولت اتریش به درخواست تیم حفاظتی رئیس جمهور مبنی بر لغو مجوز راهپیمایی گروهک تروریستی منافقین در جریان سفر آقای روحانی به این کشور علت لغو سفر بوده. وضعیت گفتمان با غربی ها رو دیدیم که ظاهراً یه پیچایی توش هست که خوب جوش نمیخوره انگار. حالا بریم ببینیم که تو منطقه کجایی کارن. شرایط منطقه در بدترین وضعه. اطراف ما کشورها درشون جنگه و ناامنیه و واقعا خطر جنگ‌های بزرگ منطقه‌ای در پیشه. ابرقدرت‌ها دارن دخالت میکنن. ما باید خودمون رو از لحاظ ساختاری تقویت بکنیم. بله، مثلا یکی از راه‌های تقویت ساختاری اینه که من بشم رئیس خبرگان، حلوای خامنه‌ای رو هم بخورم، اسم من بذارم اکبرشاه، بعدش هم دیگه ولایت شورایی و تمام. اینجاست که داغ دل بسیجی‌ها تازه میشه. شما مثل من داغدارین هستید، ناراحت شدید که آقا بغضی کرده و گفتش به خبرگان اینا که شاید در این دوره شما وظیفه خطیر داشته باشید و از این بدیل من رو پیدا کنید. خاک تو دهن من. آقا سعید، آقای توجه کن. از طرف بوشهری‌ها و حضرت آقا بگو اون جسد یکیه که ما باید رد بشه. به شیخ خاطره بگو که
اصلا از پشت گوشش ببینید که بخواد رهبری برای جمهوری اسلامی انتخاب کنه. البته شیخ خاطره مارمولکتر از اونه که در مقابل این عربده کشی ها جا بزنه. به خاطر همین هنوز از رو نرفته و باز با همون زبون سوم شخص جواب داد که مسئولان نظام در هر سطحی قدر مردم را بدانند، چون این مردم در سالهای اخیر 2 بار نشان دادند که چه میخواهند، هم تو انتخاب روحانی و همین دفعه که خودش نفر اول تهران شد. بنابراین به نظر میرسه که رأس فتنه همچنان میخواد خط بتونریزی سانتریفوژ ها و ارزش های امام رو پیش ببره. در سال آتی همونطور که گوش بدن فتنه گرایی که قبل از انتخابات بدو اومدن سخنرانی کردن، رأس الفتنه برای بچه‌هاش اومدن 2 مرتبه دیدن فضا مناسب و شروع کردن از این آب گلالود ماهی بگیرند. همونطور که میدونن 2 مرتبه بنا دارن تو دانشگاه این طرف و اون طرف اینها صحبت. وظیفه تک تک دوستانی، وظیفه دارید زن طلاق بچه گداخونه ول بکنید 24 ساعته توی دانشگاه با بچه‌های مردم باشید، چون اگر نباشیم و انتقال ندیم سینه به سینه، چون قرار نیست اینا چاپ بشه و الا سیستماتیک آقایون بنا دارن که همش رو بتون کنه. باید خط، حالا که خط شمشیر از رو بسته شده شما هم بایستی در این خط ثابت و استوار بمونیم. هر جا هستی باید خط رو نگه داری، چاره‌ای به غیر از این نیست. و در مقابل حرف‌های مزخرف و یاوه‌گویان اینا تو دهنشون میزن، تو دهنشون میزن، تو دهنشون میزن. قبلا میگفتن خط رو باید توی سوریه و عراق و اینا ببندن، الان به نظر میرسه که خط رو تو درون نظام بستن و کار داره به مشت زدن تو دهن همدیگه میکشه. حالا اینکه با این وضعیت خط خطی تو سال 95 به کجا میخوان برسن، بهتره دیگه ما چیزی نگیم. قدر مسلم اینه که با این وضعیت ضعیفتر از همیشه در مقابل مردم قرار میگیرن. شب و روزتون خوش.